امروز میخوام شما رو ببرم به دنیای یک کتاب، یک رمان معاصر که برگرفته از یک پرونده واقعی هستش. متاسفانه به غزلی بود خوش اومدین. امروز اینجام که راجع به کتاب روم یا اتاق صحبت کنم. این کتاب برگرفته از یک جنایت واقعی در دنیا هست، جنایتی که واقعا وقتی برملا و افشا شد کل دنیا رو با خودش به قهقرا برد. درسته که این جنایت ترسناکه، اما در عین حال غم انگیز و ناراحت کننده هم هست. نویسنده کتاب روم اسمش دان هیو هست و اینجوری نیست که مو به مو جزئیات پرونده رو توی این کتاب آورده باشه. در واقع دان هیو با اقتباس و با الهام گرفتن از این جنایت این کتاب رو نوشته و در دنیای واقعی میتونم بگم یک تفاوت‌های پرونده این کتاب داره، اما بیس کلی راجع به همینه. زاویه دید کتاب روم از دیدگاه یک بچه 5 سال است. پسر بچه‌ای به اسم جک. جک از زمانی که به دنیا اومده داخل یک اتاقیه که دیوارهای بتونی خیلی ضخیم داره و تو این اتاق فقط یک تخت، یک کمد و یک تلویزیون و یک توالت فرنگی وجود داره. و از زمانی که این بچه شروع کرده دنیای پیرامونش رو مشاهده کرده فکر می‌کرده که زندگی همینه و دنیا همینه، چون مادرش بهش اینو گفته بود. که جک توی تلویزیون درخت‌ها رو میدید، ماشین‌ها و خیابون‌ها و آدم‌های دیگر رو میدید، مادرش بهش میگفت که اینها هیچ کدوم واقعی نیستن. و ماجرای تاریک پشت این جریان اینه که مادر این پسر، مادر جک، و چرا دارم میگم مادر جک؟ چون توی این کتاب از اول تا آخرش هیچ اسمی از کاراکتر این دختر ما نداریم، به اسم مادر جک هست که میشناسیمش. وقتی که نوجوان بوده، وقتی که خیلی بچه سال بوده، توسط یک مرد دیوانه روانی و ترسناک ربوده میشه. تا سالها اخبار دنبال میکردن که حالا سرنوشت این دختر چی شده و تلاش میکردن که پیداش کنن، اما هیچ کس نتونسته بود پیداش کنه. و این دختر تمام عمرش رو توی این اتاق با این دیوارهای بتونی زندانی بوده. و مردی که این دختر رو بوده بود اسمش نیک بود. و جالبه که بدونید توی دنیای واقعی نیک همسر هم داشته، زن داشته و این حالا اتاقک سیمانی که اصلا صعب العبور بوده از لحاظ صدا، از لحاظ رفت آمد، هیچ پنجره‌ای نداشته، توسط این مرد کنار خونه خودش ساخته شده بود و این دختر رو اونجا برای سالها نگه داشته بود و زن داشته و زنش هم میدونسته که شوهرش این کارو کرده. یعنی انقدر این قضیه دارکه. این یه قسمت از واقعی، حالا پرونده واقعی شد، مثلا توی کتاب به این قسمت نپرداخته. و کار نیک این بوده که هر روز به صورت چندین بار به این مادر جک تجاوز میکرده و وقتی هم که مادر جک احساس میکنه که باردار شده، توی همین اتاق مجبور میشه جک رو به دنیا بیاره. و وقتی که جک بزرگ و بزرگتر میشده، نیک به سراغ این زن میومده روزانه که بخواد بهش تجاوز کنه. متاسفانه جک رو مینداخته توی اون کمد چوبی که گوشه اتاق بوده و به مادرش تجاوز میکرده و جک خیلی به دفعات زیاد از کنار گوشه در اون کمد میدیده که این مرد داره وحشیانه چه بلایی سر مامانش میاره، اما خب فکر نمیکرده که این در واقع اسمش تجاوزه یا این مرد یک آدم آشغاله. در واقع فکر میکرده که این مرد پدرش هست. و مامان جک، چون توی کل کتاب جک داره اینجوری صدا میزنه این شخصیت خانومو، بهش میگه مامان، و مامان جک تمام تلاشش رو میکرده که همین اتاق بتونی کوچیک برای جک تبدیل به یک دنیا بشه. جوری که یک سری لحظاتی هست که غمگینه. وقتی جک صبحا بیدار میشده و همه اجزای اون اتاق سلام میکرده، دستش رو روی دیوارا میکشیده، میگفته سلام دیوار، سلام تلویزیون، سلام توالت فرنگی، سلام مسواک، صبحتون بخیر. اینجوری بوده. و جالبش اینه که اینا اصلا نمیدونستن کی صبح کی شب، چون هیچ روزنه نوری به این اتاق وجود نداشته. یک جورای شکنجه خالص بوده. سالها گذشته بوده و همه دیگه این دختر رو فراموش کرده بودن، چون وقتی یک نفر روبوده میشه توی حالا دنیای جرم و جنایت، میگن 72 ساعت یا 48 ساعت تایم طلاییه. اگر تونستیم پیداش کنیم که تونستیم، اگر نه قطعا یک جایی مرده و جسدش در حال پوسیدنه. و همین دلیل که دیگه دنیا بیخیال این شده بود که بخواد این دختر رو پیدا کنه. و در نهایت وقتی که جک بزرگ و بزرگتر میشه و به سن 5 سالگی میرسه، خیلی سالهاش بیشتر میشه و این مادر تصمیم میگیره
یک روز واقعا بشینه و همه حقایق رو به جک بگه. بهش میگه که روبوده شده، بهش میگه که نیک پدرش نیست و بهش میگه که تمام اون چیزهایی که تو توی تلویزیون میدیدی، درختها واقعی‌ان، خیابونها واقعی‌ان، آدمها واقعی‌ان، مغازه‌ها واقعی‌ان، عروسک‌ها و خوراکی‌ها واقعی‌ان. و جک کلا اینجوری بوده که خب پس چرا ما نمیتونیم بریم بیرون؟ و این مامان براش توضیح میده که بیرون رفتن از اینجا پروسه سختیه، چون نیک یه آدم بد و بدذاتیه که میخواد ما رو تا ابد اینجا نگه داره و معلوم نیست که بخواد چه بلایی سر ما بیاره. و اینجاست که شروع میکنن یک نقشه میچینن، نقشه بسیار هوشمندانه. و نقشهشون هم این بوده که جک خودش رو برای چندین روز به مریضی بزنه. و نیک میدیده که جک چندین روز حالش بده، دارو براشون میاره، اما نقشه فراتر از این بوده. نقشه اینجوری بوده که جک خودش رو به مردن بزنه. و وقتی که نیک برای تجاوز مجددا وارد این اتاق میشه، مامان بهش میگه که ببین جک جونش رو از دست داده، اون بیمار بود، اون مریض بود و اون داروهایی که آوردی کارساز نبود. و الان بعد از این همه سال من فقط یک خواهش از تو دارم و خواهشم اینه که جک رو ببری بیرون از اینجا و در جایی سرسبز دفنش کنی. این تنها چیزیه که من از تو میخوام. و نیک قبول میکنه. جسد جک رو میپیچه وسط یک قالیچه و اونا میذاره پشت ونش و از اونجا خارج میشه. وقتی که نیک داشته رانندگی میکرده، جک چشماشو باز میکنه، از اون قالیچه میاد بیرون و شروع میکنه دنیای اطرافشو دیدن. میبینه واقعا توی خیابون، همون خیابونهایی که داخل تلویزیون دیده بود، میبینه درختها وجود دارن، میبینه آدمها وجود دارن، خیلی آمدن بیرون دارن پیاده روی میکنن، حیوانات وجود داره، سگ میبینه، گربه میبینه. اما خب الان وقت این نبوده که بخواد از این دنیای جدیدی که کشف کرده لذت ببره. باید نقشه هایی که با مامانش راجبش طراحی کرده بودن رو یکی یکی اجرا میکرد. و این نقشه این بود، به محض اینکه بره بیرون و فرصت رو مناسب ببینه، از پشت اون ون خودش رو بندازه پایین و توجه مردم رو جلب کنه و اون کاغذی که در واقع مامان نوشته بوده و گذاشته بوده توی جیب جک رو به یک نفر بده. رو اون کاغذ این محتوا بوده که من فلانی هستم، همون دختری که سالها پیش رو بوده و ناپدید شده و این پسر هم بچمه و این مردی که همراهشه در واقع آدمربای ما هست و لطفاً به ما کمک کنید. و لحظه رعب‌آور این کتاب زمانیه که نیک متوجه میشه جک زنده است و از ون پایین پریده و داره میره به سمت آدم‌ها و نیک سریع ماشین رو متوقف میکنه، پیاده میشه، اما جک خیلی سرعتش بیشتر بوده و میرسه به چند تا آدم و اون کاغذ رو بهشون میده و بهشون التماس میکنه که کمکش کنن. و مردم هم میبینن که خیلی غیر عادیه، یک مرد سمبالا داره سعی میکنه یه پسر بچه‌ای که واقعا ترسیده رو کنترل کنه و با خودش بگیره و برگردونه به همون ونی که داره ازش پیاده میشه. و اینجاست که مردم اجازه نمیدن نیک جک رو با خودشون ببرن و سریع پلیس رو خبر میکنن و بعد از اون هم پلیس به سراغ مامان میره و بعد از 20 و چند سال این دختر از اون اسارت میاد بیرون. زمانی که وارد اون اتاق بتونی خفه کننده شده بود تنها فقط 12-13 سال داشت، اما الان نزدیک یک زن 30 خورده ای ساله بود. خیلی از عمرش تلف شده بود، خیلی آسیب ها دیده بود، اما بالاخره خوشبخت. آخر این پرونده راضی کننده است، هرچند که مامان هیچ وقت به اون حالت عادی و نرمال برنمیگرده، دچار تروماهای روحی روانی و افسردگی‌های شدید میشه. الان در حال حاضر چیزی از این خانم در دسترس نیست. یک سری مصاحبه‌ها وجود داشته، البته تا 1 سال سکوت کرده بوده و الان هم میدونیم که زنده است و داره زندگی نرمال و عادیشو با جک سپری میکنه و جک هم احتمالاً تا الان تبدیل به یک مرد بزرگ و بالغ شده. و اینجوریه که مامان و جک با اون نقشه موفقیت آمیزشون میتونن سرنوشتشون رو تغییر بدن و این واقعا برای من خوشحال کننده بود، هرچند که این داستان واقعا غم انگیز بوده و نمونه های این زیاد هست. مثلا توی اتریش هم باز یک پدری بوده که دختر خونی و واقعی خودش رو سالها توی زیرزمینی که خودش طراحی کرده بوده، زیرزمینی که عایق صدا بوده، عایق رفت آمد بوده، یک در مخفی داشته و به مدت 34 سال به دختر خودش تجاوز میکرده و 7 تا بچه از این دختر داشته و این دختر هم همین ترفند رو میزنه که حالا بعدها نجات پیدا میکنه.
اینجوری تصور میکنه که یکی از بچه‌هاش مریضه و نیاز شدید به یک کمک پزشکی داره و وقتی که وارد بیمارستان میشن که کمک کنن به اون بچه، این دختر از یک پرستار کمک میگیره و پرستارها پلیس رو خبر میکنن و اینجاست که این ماجرا هم تموم میشه. و اما بزرگترین بچه‌ای که از اون زیرزمین اومد بیرون، بچه‌ای که متعلق به این دختر بود، متاسفانه 18-19 سالش بود و هیچ توانایی نداشتن و باید از صفر توی جامعه شروع میکردن و بر اساسش هم فیلم ساختن، فیلم The Basement، و بر اساس کتاب روم هم فیلم ساخته شده به همین اسم. یعنی شما فیلم روم رو که سرچ کنید، دقیقاً اون فیلمی که بر اقتباس این کتاب ساخته شده کاملا بالا میاد، حتی آخرش هم عکس‌های واقعیشون رو نشون میدن. و به هر حال اینجور کتاب‌ها، اینجور داستان‌ها و پرونده‌ها خیلی خیلی دردناکن و امیدوارم که هر جای دنیا هر کس در اسارته بتونه از اون اسارت رها و آزاد بشه، چون حق اولیه هر انسان آزادی و رهایی هستش. امیدوارم که از این کتاب و از این اپیزود خوشتون اومده باشه. تا کتاب بعدی و اپیزود بعدی، فعلا خداحافظ.